3 چیز است بیچارتون میکنه. اول ترک نماز، به خدا خارت میکنه، به خدا به گدایی میندازه. بی نمازی. جوونا رشد میخواین، میدون میخواین، ترقی میخواین، برین ارتباطتون رو به وسیله نماز اول وقت با اسلام و قرآن و خدا قرص امتحان کنین. 1 هفته نماز اول وقت بخون. اگه بیکاری تموم نشد، اگه بی مشتری شدن تموم نشد، اگه سپلشت تو کار جمع نشد، اگه بیچارگیت کنار نرفت، اگه ذلتت برطرف نشد، خدای این جهان به اون کسی که نماز اول وقت بخونه لطفش بیشتره و کسی که مورد لطف خدا باشه زندگیش خوبه. ممکنه یک کسی روزی 5 تومن درآمدش باشه با عزت و شیرین زندگی کنه و یک کسی روزی 500 تومن درآمد اما با ذلت ها. نماز اول وقت اگه بخونید راحت زندگی میکنید. نماز